مرحوم عوضی همیشه میفرمودم از بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودم پسره باباشو برد دکتر. دکتر خود معاینه کرد و گفت این بابات نباید هیچ استرسی بهش وارد بشه، غذای خوب باید بخوره، هر چی ازتون میخواد باید بهش بگین چشم و براش فراهم کنیم. تا 1 سالم هیچ بحث و دعوایی نباید باش بکنین. موقع برگشتم بابای پرسید دکتر چی گفت؟ پسره گفتش که هیچی. گفت هیچ شانسی برای زنده موندن نداری. روشن شد یا همچین بزنم که استرس از سر کولت بره بالا. آیا دکتر خیلی متشکرم که در توضیحاتتون که توصیف مو به موی وضعیت نظر مقام عظما بود هیچ اسمی از ایشون نیاوردیم. اما قبل از اینکه سوالاتمو شروع بکنم بگم که در این غروب دلتنگ دلم برای غروبای نیویورک خیلی تنگ شده. خیلی وقت نرفتم اونجا. از کی تا حالا؟ دقیقاً از وقتی به دنیا اومدم. حالا بریم به برج میلاد. چیه دوباره میخوای خودتو از اون بالا پرت کنی پایین؟ نه خیر کاش اون دفعه خودم انداخته بودم پایین و راحت شده بودم. الان میخوام بپردازم به صحبت‌های حاجی رفسنجانی که کل نظام انداخت پایین، جای آباد برای مقام عظما نذاشت، هرچی مقام عظما رشته بود پنبه کرد، انتقام 92 و 88 و 84 رو گرفت و مقام عظما رو سکه یه پول سیاه کرد. خوب شد نرسید از دوران طلبگی و طلبه خونه بگه وگرنه آبروریزی بدتر میشد. نه ترس، از اون وقتا هیچ وقت نمیگه چون پای خودش هم گیره. ببین در مورد مذاکرات هم به مقام عظما گفت کشک میگی که تو مذاکرات رو شروع کردی که بخوای بریزی تو جیب خودت. تیمی که تو فرستاده بودی ضعیف بود، مذاکره رو ما پیش بردیم، بعدش هم این داستان حق و ناس رو دوباره انداخت وسط، یعنی ولی فقیبادی در نی رو بیا برو پی کارت که من اومدم. این چه وضعیه که نظام بهش گرفتار شده؟ تموم میشه یا نه؟ از قدیم گفتن که پول به پول میشینه، مگس به یقه چرک. حالا من نمیخوام بگم که حاجی رفسنجانی مگسه یا یقه چرکه یا مقام عظماست این وسط، ولی این شم استراتژیک منه که این مثال رو برات اینجا آورد. اینا همش نتیجه اون زهریه که انداخته بالا. اینم تازه اول کاره، بترس از بقیه ماجرا. آی دکتر یه سوال دارم با دلی دردمند در مورد این برجام نافرجام. این همه برو بیا و 2 سال ظریف خط تهران ژنو کار کرد، آخرش سانتریفوژ رو که اوراق میکنیم، مواد غنی شده رو که تحویل میدیم، آزمایش موشکی که ممنوع، رسیدگی به دوستانمون تو منطقه که ممنوع شد، همینطور بگیر بیا پایین. در مقابلش دلمون خوش بود که کل پول نقد میشه. اینم که حاجی روحانی آب پاکیشو ریخ رو دستمون، گفت تازه نهال میشه که باید بکاریم، اگه سبز شد شاید میوه بده. نهال چی کشک چی؟ مذاکرات بالاخره دوای درد بود یا زهر مار آیه دکتر؟ مرحوم عوضی همیشه میفرمودم از بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که یارو آبریزش بینی داشت، رفت قرص حساسیت گرفت، دید رو عوارض جانبیش نوشته سردرد، سرگیجه، حالت تهوع، بدخوابی، سکته قلبی و مغزی، مرگ ناگهانی. هیچی دیگه پشیمون شد، گفت با همون آستینم پاک میکنم امنیتش بیشتره. روشن شد یا همچین بزنم که سکته قلبی و مغزی و سردرد آیا حرفا بگیری. آیا دکتر شما فیلم اژدها وارد می شود و همینطور بازگشت اژدها مال مرحوم بروسلی رو دیدین یا نه؟ معلومه دیگه، از ضربه من لابد به یادش افتادی. میخواستم بگم که ورژن 3 این فیلم ها تو نظام اومده، اسمش از بازگشت آیت الله یعنی حاجی رفسنجانی و الف نون وارد می شود یعنی آقا محمود. آقا محمود رو ورش کن، همون الف نون بیشتر به تیپ و قیافش میاد. و شما در مورد این سفارای جدید تو نظام نظرتون چیه؟ مقام عظما الف نون رو چرا انداخته جلو؟ این که مغضوب بود. مغضوب بود؟ چه مغضوبی؟ با اون رای مشای جونش، یعنی دوروبریاش هم مغضوب بودم. مرحوم عوضی همیشه میفرمودن از بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که بچه رو دزدیدن، زنگ زدن به باباش گفتن 50 میلیون باید بدی ای بچه تو میخوای. بابای گفت راستشو بگین، اونجا بهش آب و غذا میدین؟ دزدا گفتن آره.
گفت جای خوابم داره. گفتن آره. گفت خب پس من این دعاشش هم میذارم دم در، بیاین ببرین. هیچی دیگه. دزدا برای بچه آژانس گرفتن فرستادنش خونه، پول آژانسش هم دادن. مال بد بیخ ریش باباش. ولی آقای دکتر الف نون حریف نیست حاجی رفسنجانی. الف نون آدم نمیدونه که بخواد باش در بیفته. همیشه میگه طرف حساب خودش مقام این عظماست. که آدم نمیدونه که خب مگه بقیه آدم میدونن. ولی بدبختی عظما رو ببین که دیگه آدم نداره، باید همینا رو برگردونه. این یه جور زهر خوردن براش دیگه. الف نون برای خودش نیورده، برای سگش آورده. آقای دکتر سخن پایانی سوال نیست، یه نصیحت دردمندانه استراتژیکیه. من که میدونم که این مسیری که الان شروع شده به جایی میرسه که هفته های بعد باید همش از جنگ و دعوای رفسنجانی و الف نون بگیم. همینجا به هر دوشون هشدار بدم که چتونه مگه سگین که سر استخون قدرت افتادین به جون هم و پاچه همدیگه رو میگیرین. حالیتون نیست که این استخون مال مقام عظماست؟ آی دکتر من به این ترتیب ضمن اینکه حاجی رفسنجانی و آقا محمود رو نشوندم سر جاشون، زحمت شما هم کم کردم و آخر برنامه مقام عظما رو در حد یک سگ بدبخت آوردم پایین. ببینم شما راضی میشین. البته زبونم لال. زبونت که لال، ولی الان دیگه لال شدن چه فایده داره؟ زدی مقاطع قرو دبه کردی، ناچست میخواستی قبلش لال بشی. تو اینجوری میخوای منو خوشحال بکنی؟ من میخواستم که شما خون خودتون رو کثیف نکنی. من خون خودم کثیف نکنم. ناچست خودت داری میگی بدبخت رو آوردن پایین تا حد سگ. یه موقع هست که سگ و لاریجانی داره توی مجلس میگه خیلی هم دلش میخواد زندگی سگ هزار شرف داره. باشه. این ولی نباید